سلام دوستان، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز میخوایم با هم آموزش مهندسی معکوس وب رو یاد بگیریم. توی اون مهندسی های معکوس قبلی ما فقط روی اپلیکیشن ها تست میکردیم، آسیب پذیری ها رو و پیدا میکردیم، ولی امروز میخوایم در مرحله اول آنالیز کردن رو یاد بگیریم و بفهمیم که مهندسی معکوس چیه روی وب و بعد چی کار کرد برای شروع، چیا رو باید یاد گرفت و بریم که شروع بکنیم. خیلی خوب، بریم که شروع کنیم. ببینید دوستان، توی مرحله اول ما یه URL داریم که آدرس اینترنتی یک وبسایته. هر وبسایتی یک آدرس داره. آدرس تشکیل شده از ساب دامین، SLD و TLD. خب ما بعضی وقتا برای آنالیز کردن وبسایت ها میایم ساب دامین های مختلف رو تست میکنیم و پیدا میکنیم ساب دامینی که ممکنه مخرب باشه. چرا؟ چون بعضی از شرکت ها، بعضی از وبسایت ها انقدر کارشون گسترده است که مجبورن وبسایتشون رو به چند بخش تقسیم کنن و خرید دامین جدید براشون یکم هزینه بره اگه بخوان برای هر بخش دامین بخرن یا یه دایرکتوری بسازن. پس میان چیکار میکنن؟ میان همونطور که میدونید یک ساب دامین اضافه میکنن که افرادی که مربوط به اون مثلا حالا سکشنی که میخوان، اون بخشی که میخوان هستن، اون ساب دامین رو بهشون میدن و وارد میشن. ممکنه اون ساب دامین حتی پنل ادمینی باشه. و خب SLD هم که اسم وبسایتمونه، TLD هم که اون حالا دامین مثلا تاب لول دامینمون هم .com.ir. اینا حالا اکثرا بر حسب کاری که میخواید بکنید یا کشورتون تقسیم میشن. مثلا آیار برای ایرانه مثال، یا مثلا DE برای آلمانه. خب امیدوارم که این اطلاعات به دردتون خورده باشه که درک کاملی از دامین ها داشته باشید. خیلی خوب، ما برای تست همیشه VPN مون که باید روشن باشه. من به شما سرورهای ویتوره پیشنهاد میکنم. کنترل شیفت N رو که بزنید توی مرورگرتون وارد حالت ناشناس میشید و پیدا کردن شما برای اون حالا ادمین وبسایت یکم سخت میشه که بفهمه از کجا داره اتک میکنه. وارد این وبسایت میشیم. این وبسایت مدرسه یا فکر کنم امنایی باشه. مدرسه امنایی اکثرا مدارسی که من خیلی خوشم نمیاد. هیئت امنایی. چرا؟ چون هیئت امنایی یعنی چی؟ اون هیئت امنا اون افرادی هستن که خانوادهشون، پدر مادرشون افراد خیلی مذهبی هستن و کاملا جدا میشن از بچهای عادی، یعنی انگار مثلا یه آدم خیلی خفن تری هستن. خب و از نظر من این کار اشتباهه. چرا؟ چون حالا مثلا جدا کردن دو دست آدم به خاطر دین و مذهب خانوادهشون کار قشنگی نیست و اینکه تبعیض قائل شید. البته که این مدرسه مجموع مدارس نگرش از نظر من یک توضیح بزرگه. خب در مرحله اول وبسایت ها بعد ببینیم با چی ساخته شدن. یه سری وبسایت ها با کد نویسی اومدن بالا، CMS خاصی ندارن، ولی یه سری وبسایت ها از CMS خاص استفاده میکنن، مثلا وردپرس. خیلی خوب، همونطور که میدونید ما با اینسپکت گرفتن میتونیم بفهمیم که این وبسایت وردپرس هست یا نه. چرا؟ چون WP کانتنت داره، پس وردپرس هست. برای تست بعدی که مطمئن بشید وردپرس یا نه، که خیلی هم ساده است، میاد توی WP ادمینش. سایت های وردپرس برای لاگین ادمین از WP ادمین استفاده میکنن و میتونید پیدا کنید این موضوع رو با این لینک. البته اگه بالا بیاد وبسایتش بکنم و VPN آف کنم. WP ادمین، آره بالا آمد و همونطور که میبینید لوگو وردپرس هم هست. خب ببینید سایت های وردپرسی یه باگی که دارن، شما اگه بزنید WP JSON براتون اطلاعات وبسایت رو میاره، اطلاعات پابلیک که ممکنه خطرناک باشه و شما میتونید JSON سایت رو ببینید. خب حالا مثلا اطلاعاتی که مربوط به یوزرها هست 13 تا چیزه. خب المنتور که برای چیزهای ظاهری مهم نیست. خب اینجا ما یه لینک داریم. اول اینو کپی میکنیم، پیستش میکنیم، بعدش اینو کپی میکنیم و یه اسلش اضافه اومد و اینو پیستش میکنیم. داریم مرحله به مرحله به اطلاعات مهمی نزدیک میشیم. خب ما الان فهمیدیم این وبسایت
چند تا ادمین داره، یوزرهای داخل دیتابیسش برای WP ادمینش کیا هستن و اطلاعات اونا چیه، اسمشون چیه و اینا. خب یکیشون که یوزرنیم ادمینستر رو داره، میتونید اینجا پروفایل هاشون هم نگاه کنید. حتی بچه ها مثلا اینجا اینو پیستش میکنید، خب یه چیزا دیفالت خود وردپرسه. یا مثلا آقای حامد رو میریم چکش میکنیم ببینیم چه شکلیه. حامد جان، بذار یه عکس بزرگتر ازش برداریم. آقا حامد گلو. آقا حامد گل خیلی آدم جالبی به نظر نمیتونه باشه. این مدل ریش اکثرا مدل ریش جالبی نیست. خب همینطوری اگه پیش برید میتونید به اطلاعات ادمین ها دسترسی پیدا کنید. دقیقاً مهندسی معکوس از همین جور جاها شروع میشه. یعنی شما باید به اطلاعات تا جایی که ممکنه دسترسی پیدا کنید، هر اطلاعاتی، و بیایید از اونها سوء استفاده کنید. الان ما میدونیم که مثلا ادمینی که مثال دارم میگم اسمش سباه و سباه 1001 یه سری پسورد داره که مربوط به یه شخص ایرانیه. پس ما میایم یه کمبو لیست برای اشخاص ایرانی برمی‌داریم، مثلا 2 میلیون کمبو لیست ایرانی. چرا؟ که بیایم 2 میلیون پسوردی که یه ایرانی ممکنه بذاره رو تست کنیم روی این یوزرنیم و با پسوردهای مختلف و با ابزار خاص لاگین بشیم. و مبحث بعدی که هست، شما با فهمیدن این اطلاعات میتونید به ابزارهایی که مربوط به این وبسایت ها هست، مثلا ورژن وردپرسش مثلا دارم بهتون میگم 1.6، میرید سرچ میکنید باگ های رایج ورژن مثلا 1.6 وردپرس و مثلا میبینید اوکی یه سری ها قبل شما اینا رو پیدا کردن. و بذارید ببینم ریکورده. آره بذار ماسکم هم درست کنم. میبینید یه سری شما بگو این WP ادمین که لاگین شدی، خب این قابلیت تغییر دادنش هست، ممکنه یه سری تغییر آره ممکنه یه سری تغییر بدن. بازم اگه تغییر بدن ما میتونیم از توی همون WP جیسونش در بیاریم. آره اینو هم هست. حالا خوب شد اینو گفتی، تو ویدیو میذارم. و حتی مثلا به قول همین دوستمون ممکنه لینک ها رو با عوض کردن اسمشون و مثلا نام فولدرشون تغییر بدن و شما میتونی از همین جیسون WP جیسون اینو پیدا کنید. مبحث وردپرس نیست، مبحث اینسپکت کردنه که شما چجوری مثلا به اطلاعاتی که پابلیک دسترسی پیدا کنی و از اونها سوء استفاده بکنی و اونها رو سکشن بندی بکنی. شما با این متد ها میتونید به مثلا حالا لینک های مخرب سایت دسترسی پیدا کنید. ببین الان یه همچین چیزی من الان اون تول باری که این بالای صفحتون میاد برای وردپرس میگم همین باشه لینکش. خب میگه که با عرض پوزش شما اجازه این کار رو ندارید. خب این خیلی خوبه، شما تا اینجا پیش رفتید و ارور مثلا 401 به شما میده یا 403 میده. حالا میرید دنبال بایپس مثلا ارور 403 وردپرس، مثلا ارور 401 وردپرس، ارور 400 مثلا هست. انقدر ابزار هست، انقدر متد هست که شما فقط کافیه که یکم جستجو کنید، اینسپکت بکنید. اوکی؟ و همین موضوع بهتون خیلی کمک میکنه توی دامپ کردن SQL ها یا مثلا پیدا کردن اطلاعات اون وبسایت، اطلاعاتی که به درد شما بخوره. و فقط کافیه که از یه دیدی بهش نگاه بکنید که مثلا یه مهندس معکوس هستید. مهندس معکوس بهتون قبلا هم توضیح دادم، کسیه که بلده وبسایت رو بسازه و حالا نوبت خراب کردن وبسایته. ببینید شما مثلا میبینید که پیش ثبت نامش اوکی لینکش فرق داره با خودش، پس میفهمید یه سامانه جداست. پس اگه برید توی سایت اصلی خودش، بله یه لاگین پنل هم اینجا برای ادمینی داره. پس یه پله دیگه افتادی جلو. شما الان فهمیدید که پنل ادمینیش کجاست و با چه چیزایی لاگین میشه، کد ملی و رمز عبور.
و چه شرکتی اینو ساخته؟ شرکت سیمین که من اصلا نشیدم، فکر نکنم جای معتبری باشه و این باعث میشه شما به هدفتون که هک شدن اون وبسایت نزدیکتر بشید، پله به پله. و بعدها مثلا شما یاد میگیرید که چطوری اینا رو هک بکنید، اطلاعاتش رو در بیارید، این صفحه رو بایپاس بکنید، به پنل ادمینی برید، با حالا متدهای مختلف برای هر CMS و داشبورد و پنل لاگین و اینا که هست. یک عالم مهندس توی دنیا اینا رو ساختن و در دسترس عموم به صورت رایگان قرار دادن و شما میتونید یکی از اون مهندسا بشید در آینده. فقط کافیه که اینسپکت بکنید، جستجو بکنید مرحله به مرحله تا نزدیکتر و نزدیکتر بشید به اون چیزی که قرار بایپاس بکنید. شما اگه از همون اول یه وبسایت رو ببینی بگی که اوکی من قراره اینو هک بکنم، همه بهت میخندن. ولی وقتی مثلا یه همچین صفحه میاد جلوت، میگی خب من قراره اینو هکش بکنم که برسم به چی؟ به پنل ادمینی. حالا مثلا یه بچه احمقی هستی، حالا دور از جونت، که میخوای همکلاسیاتو اذیت کنی، نمراتشون رو دستکاری کنی و اینا. میگی که من هدفم اینه که اینو بایپاس کنم که برسم به اون مثلا نمرات همکلاسی‌ها، به عنوان معلم وارد شم. اون وقت دیگه هک کردن معنا داره برای شما و اینطوری نیستش که بگی خب اوکی بی هدف دارم کاری میکنم. شما الان میدونی که یه در رو باید باز کنی. امیدوارم که این ویدیو براتون کافی بوده باشه. این فقط خیلی بیسیک بود که شما بفهمید چی هست، چی کار باید بکنید. یه مرحله خیلی مبتدی بود برای شما که فقط بدین استارت کار چجوری و اینا و ببینم اگه استقبال زیاده میام خب چند تا پارت میسازم، هر پارت پیشرفته تر و پیشرفته تر و پیشرفته تر. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و به دردتون خورده باشه.